شداست در اسلام اول شب میشود بعد روز حالا جمعه وارد شده است از همین وقت شام برای یک و یک شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند حنان و منان مسئلت آن را دارم که پروردگار این مادر مرحومه را که فرزندای خوب تربیت کرده و به وای رسانده است و الحمدلله امروز به نیکی یادش میکنند همراه مهمانان در جوار رحمت خویش مستقر گرداند و خداوند به ما و شما ثواب و ثمره روز شریف جمعه را نصیب روزی گرداند. حضرت اوس ابن اوس صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم از مردم انصار روایت میکند که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمود این من افضل ایامکم یوم الجمعه بزرگترین روزهای شما بهترین روزهای شما ای مسلمانان روز شریف جمعه است فیه نفخ و فیه صعق و فیه خلق آدم علیه السلام این روز شریف جمعه روزی است که خدای تعالی آدم علیه السلام خلق کرد آدم وارد جنت کرد این روز جمعه روزی هست که قیامت هم در همین روز قایم می شود مردم هم خدای تعالی باز از سر نو حشر میکنه و میخیزونه بعدا حضرت گفت فاکثروا علی من صلاتکم فی هذا اليوم فان صلاتکم معروضه علی ای امت من در همین روز جمعه بر من صلوات بیشتر بفرستید زیرا صلوات شما برای من عرض کرده می شود میگه یک شخصی که تازه مسلمان بود نه دین اسلام قبول کرده است ولی ماهیت عالم برزخ نمیفهمه که آدم با مردن خلاص نمیشه ولی حیات داره و با یک حیاتی هسته که انشالله مرگ نداره جوانی هسته که پیری نداره نعمتی هسته که فنا نداره زوال نداره سلامتی هسته که بیماری نداره میگه ای جوش خیز گفت یا رسول الله کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت یعنی بلیتا ای حبیب خدا گفت وقتی تو مردی میبرند در خاک میمانند عادت خاک همیه که جسم جسد همه را میخوره وقتی تو پوسیدی هیچی نموند خاک همه را خورد چقدر دعا و درودی ما برای تو عرض کرده میشود حضرت تبسم کرد گفت این الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء خداوند بر زمین حرام گردانده است خوردن جسد پیغمبران را جسد پیغمبر که اصلا خورده نمی شود و این روح برای همه زنده است روح همیشه زنده است روح میرنده نیست اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید پروردگارا رحمت مغفرت کن دعا و درود بفرست بر روح رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنانه که به حضرت ابراهیم و آل ابراهیم دعا و درود فرستاده بودی همیشه کوشش کنه که صلوات بیشتر روی کنه زیرا حضرت منتظر صلوات و درود ما است واقعا به همین مجرد وارد شدن به همین خاندان فهمیدیم که اینجا خاندان مردم مسلمان و مردم با تقوا و مردم با عفت هستند و در این کار انشالله سهم اون مادری که امروز همراه ما نیست در عالم برزخ است و عالم باقی را اختیار کرده است خیلی بزرگ است کما تدین و تدان چه خیلی معامله کردی به تام خیلی معامله می شود در تعلیم و تربیت فرزند نقش بزرگترین نقش مادر است خداوند رحمت و مغفرتش کنه مسلمان باید طرز رفتار کنه طرز عمل داشته باشه طرز فرزند تربیت کنه طرز مقصد مهمان قبول کنه که هر کسی ببینه بگه الحمدلله همین آدم مسلمانه مشک آن است که خود بگوید نه آن که عطار بگوید آخه مشک حقیقی را ایبوش میفهمی نه باشه با او فروشنده مانی و خانه سوخته ناس هم مشک گفته میفروشند آن همین مسلمانی حقیقی را مسلمانی را میگن که همین رفتار و کردار شدیدی عمل شدیدی نشست برخاست شدیدی طریق گذراندن محفل و معرکه شدیدی بگوی الحمدلله همین آدم مسلمانه اشتر و گاو و قچه در پیش راه یافتندن در مسیر بند گیاه حضرت مولوی روم قصه میکنه یک شتر یک گاو و یک قشقور ای پوده بیره شده بودن هر سهش همراه اومده است یک بند علف میوان کسی علف بست است درزه کرده اسپید نکرده است به خونه شب ببره هم از این موندگی های گفت قچ بخشر کنیم این رو یقین هیچ کس از ما نگردد سیر از این قشقور همین اختی پیشی قشه بوده
گفت بچه اگر اینو تقسیم کنیم واسه 3 حصه شکم یگون تموم سیر نمیشه اینجا یا پرسه همه یا پرسه لیک عمری هر کی باشد بیشتر این علف او راست اولا گو که خورد که اکابر را مقدم داشتن آمد است از مصطفی صلی الله علیه و سلم اندر سنن گفت بیای سالای تولدتون بگین هر کدام که از ما بزرگ سالتر باشه به خاطر احترام همون کبر سین سالش بگذارم میره شیر مادرش حلالتر بخوره زیرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت است که ریش سفیدا را احترام کنه لیس منا من لم یوقر کبیرنا حضرت میگه کسی که کلان سالای ما را احترام نمیکنه از ما نیست از امت من نیست ببینید گوسفند در وقت صحبت کلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم دلیل میگیره امروز ما را چی بلایی زده است که فقط هم میگن این تشید میگن نوشگری چه صحیح بخاری را به زبان تاجیکی ترجمه کرده گیان یه باشه لؤلؤ و مرجان به فارسی ترجمه شده است اوتیا بر بخون که پیغمبر تو چی میگه این پیغمبری که در زیمه ما این قدر حق داره این پیغمبری که عالمیا بزرگیش تصدیق میکنن خدا رحمت کنه علامه اقبال لاهوری را میگه علوچی که بدم توصیه هم دادن برای انتخاب یک مکتب عالی در انگلیا استادا بگه گفتن که رفتی حتما همون اکسفورد برا اکسفورد بهتره در انگلیا دو مکتب بسیار عالی بزرگای تا امروزه از بهترین مکتب های عالی هم میدونم اکسفورد و کمبریج شخصی که همین مکتب های عالی را ختم میکنه اتوماتیک که میگن میلیونر میبروید علاقه بالای او جنگ فیرم جنگ جنجال قبول شو میکنن امکان نداره که کسی که دیپلم اکسفورد و کمبریج داشته باشه بی سواد باشه ایام این عصر والله علم شاید این عصر 18 ایسو یا بهترین مکتبای عالی دنیا ایسو میکنن اکسفورد اگه بهتره نامش بالاتر میگه اول اکسفورد اومد محمد اقبال لاهوری خب تماشا کردم بعد گفتم بیا برو اوشم ببینم قصد سپاریدن دکومنت ها را داشتم میگه گفتم بیا اوشم ببینم وقتی میگه یونیورسیته کمبریج اومدم یک زلی کلان داشته است میگه گفتن منتظر مدیر یا لحظه همینجا صبر کن همینطور نگاه کردم که بزرگ مردها و ابرد مردهای تاریخ ناموش و هم در همون زال گیرد و بگیر نوشتگی میگه دیدم محمد صلی الله علیه و سلم که اطلب العلم من المهد الى اللحد علم طلب کنید از گهواره تا لحد میگه به خاطر آنکه نام محمد صلی الله علیه و سلم اونجا نوشتگی بود من کمبریج انتخاب کردم وی پیغمبری بزرگی ما حق داره در زیممون چند بود بشکست احمد در جهان تا که یا رب گوی گشتن امتان به خاطر آنکه ما الله شناس باشیم یا رب بگیم اوه حضرت 360 بود شکست گر نبودی کوشش احمد تو هم میپرستیدی چه اجدادت صنم اگر کوشش غیرت محمد صلی الله علیه و سلم نمیشد ترا مثل ما اجدادت پرست دم بیرون آتش پرست بموندی در زیمه ما حق داره وقتی مثال میاریم باید که مثال از پیغمبر ما بیاریم انا فلان بزرگی تا گفته است فلان بزرگ آخه بزرگا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چی دردی داریم که از پیغمبر نمیگیم حتی یک شخص شرقشناس حدیث پیغمبر را نمیدونه که حدیث حضرت میگه ضرب المثل عربی ای بدبخت این ضرب المثل نیست این سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحی این سخنی هست که از هوا نیست پیغمبر کسی نیست از هوا بگه همش وحی نازل است جانب پروردگار است گفت خوش مرجی من در آن احد با قچ قربان اسماعیل بود اگه سر قصه خود ما بیاییم قشقار گفت که بچه ها من نمیدونم شما چند سال عمر دارید نه که من همسین سالی همون قشقاری هستم که حضرت ابراهیم در عوضی اسماعیل علیه السلام ذبح کرد دهن فراویز نداره که گفتا بوده من سال خورد جفتی آن گاوه که آدم جفت کرد تو گوالی بچه بوده گفت من بدونی همون گاوه که آدم علیه السلام زمین کشت کرده گندم کارید من همسین سالی همون اوخی دیگه آدم علیه السلام بسو تاریخ نیسته بیچاره شد گوش کرد اشتر از ایشان این شگیفت سر فرود آورد آن را برگرفت
بر هوا برداشت هم بندی فصیل اشتری بختی سبک به قول که او سفسته و هوای دهنی او را دید شتر خم شد و علف گرفت بندی علف همین تا برداشت در هم هوا میده کرده خویده است که مرا خچ حجت تاریخ نیست که چنین جسم و عالی گرده نیست گفت هیچ حجت نیست که من برای شما را گودرجدینی ما بگم هر کی بیند داند جانی پدر که نباشم از شما من خورتر همین کسی اندک فراسه داره همین ببینه بفهمه که من از شما خورد نیستم حقیقتا شتر مثل گاو و گوسفند تیز به بلاغت نمیرسه او وقتی کلون میشه حالا که اسکین سرش به جای رسیده است اگر گوسفند مثلا گوسفند کلون باشه ای 6 ماه بلوش کشته شوه بز ای ساله بلوش کشته شوه گاو از 2 ساله بالا شتر تا 5 ساله نباشه قربانیش کرده نمیشه مقصد غرض از شتر چی است یک ره به شتر بینگر تا صنع خدا بینی مقصد همین مرد مسلمان هم باید بسیار نمو شتر باشه وقت دیدیش بفهمی که انشالله یعنی مردک مسلمان است رفتارش اسلامی است دسترخوانش اسلامی است مهموناش همش الحمدلله مسلمان ها هستند در محفل معرکش غیبت نیست گپی بیهوده نیست لق نیست در محفل معرکه سعی میکنن که سخن خدا و پیغمبر گفته شود و انشالله در اینجا سهم او مادر به حد بزرگ است خدا رحمت و مغفرتش کنه الحال داملا اطراف همین حق پدر و مادر خاصتا مادر صحبت کردن واقعا اگر شب تا سحر که گپ زنیم به خدا از 1001 حصه همین حقی را که پدر و مادر خاصتا مادر در زیبای فرزند داره انجام داده نمیتونه مرد نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله ما حق الوالدین علی ولدهما ای حبیب خدا گفت همین حق پدر و مادر در زیمه فرزند شد چی است حضرت گفت هما جنتک او نارک این پدر و مادر برای تو یا جنت هستند یعنی که پروپوس که جنت هستند اگر در زندگی خدمت کردی انشالله وارد جنت میشی یا سبب عذاب و عقوبت دوزخی شدن تو هستند اگر به شرطی که از تو گیلمند از تو آزرده برامن اگر تو عاقی والدین بشی اکثر مردم اینو گمان میکنن که این عاق مثل طلاقه در صورت فرزند عاق میشه که هم پدر یا مادر بگن که عاقش کردم در صورتی که اگر همین کلمه عقوق از زبان عربی ترجمه کنیم به فارسی آزردن قلب میشه همین قلب پدر یا مادر ای فرزند آزرده شد دماغش سوخت بفهم که عاق شدی بریم سعی کردن در کار با پدر و مادر همیشه نرم و ملایم در هر حالتی باشی ولی تنها